صدا و تصویرمون رو از بهشت گیلان می‌بینیم. ماسال زیبا سوی چاله. ولاگ رانندگی داره، ادامهش قدم گشت خواهیم زد تو جاده زیبا. حتما تا پایان ولاگ با ما باشید. اینجا قصابی کبابی زیاد داره. خواستم بگم این اشغال به باشید سلام دوستای عزیزم، صبح شنبهتون بخیر. اینجا دست چپ شنبه بازار ماسال. الان ما ولاگ رانندگی از سومسرا به ماسال رو تمام کردیم. این برن ما خیلی در بریم. ولی قوانین رانندگی فقط واسه پیاده ها نیست، واسه موتوری، واسه ماشین نیست، واسه پیاده و موتوری هم هست که هر دو چراغ قرمز رو رد کرد. چراغ ما سبز بود، این آقا تالشان ما بریم ولاگ ییلاق ماسال بگیریم. دیگه بابا اون میده ولاگ رانندگی از سومسرا تا ماسال گرفتم. یه دوری هم میدون رو زدیم، اگه دوست داشته نگاه کنین حتما. یادم نره لینکشو براتون میذارم، اگه نه تو پلی لیست شهر بزنم هست. اون بالا به قول چیز اون بالا میشد براتون گذاشتم به قول دوستان آموزش یوتیوب میدن. بریم ییلاقات ماسال چه خبره. من 2 بار رفتم، آخرین بارم که رفتم فکر کنم روز پسرم به دنیا نیامده، 3 سالی هست. چون این برام معمولا شلوغه تو تعطیلات. کارمندا تعطیلات وقت میکنن دیگه، تعطیلات وقت میکنن، تعطیلات هم شلوغه، سعی میکنیم برام نهی. ولی درستش اینه که همه جای گیلان بگردی بلد باشی. من وقتی ولاگ گرفتم نم 0 تا 100 شهرها رو بلدم، ولی خب به عنوان یه شمالی یکی من سوال کنه احتمال زیاد بتونم جوابشو بدم. مثلا میدونم که مثال میگم، مثلا محرم پوررضا مال هشت نشا بود، یا مثلا محل پنهان شدن میرزا کوچک‌خان گراب زرمیخ بود. این 2 تا مورد جای دیدنیشون هم بله. ییلاقات ماسال از جاهای قشنگ گیلانه واقعا. من این حرفا رو توضیح دادم، اینجا میگم سختم از اون ولاگ رانندگی تمام شد. تازه جنوب خدمت بودیم، به یارو میگفتیم ما شمالیم. حالا مثلا اون موقع ما گیلان زندگی نمی‌کردم، ما شهر سوار میگفتیم، گفتم ماسال تو شهر سوار خیلی نمیدونن، اون تانگاوان اون ماسال، این ماسال رو بلد بودن. یه روز کرمانی بود ماسال اومده بود، یا مثلا دیده بود عکسشون، جز جای معروفه، خاطر تبلیغات زیاد سوی چالو بروسلا بلانکا و نه از این جادهش فکر نکنم 2 تا کلیپ هم دیده باشن. همونجا اون ییلاق قلو میبر اراگرا اینا گرفتن، همونجا رو تو ذهنشون هست. یه خواهشم بلاگرا نبود ولاگ منو ببینن. اگه دیدین که تشکر میکنم از شما. ولی تو رو خدا این جادهش هم داریم میرین، این جادهش هم یه تیکه بذاریم مردم بدونن جاده چه خبره. تصمیم بگیره اونجا بره یا نره.
مثال میگم، مثلا ما رفتیم دیروز رفتیم سلامسر. شما سلامسر بری از رستم آباد باید بری. جاده هم سربالایی داره، هم خاکی داره، هم چاله چوله زیاد داره، این سواری نره بهتره. من این همه تو میبرم این روستای مرکیه. روستای مرکیه واقعا روستای قشنگیه، دریاچه هم داره دیگه اشتباه نکنم. من خودم نرفتم ولی کلیپاش دیدم. جادهش سواری نره بهتره، خیلی داغون بود. فقط از سلامسر میزنن ها اینجوری گلگی ها فلان. یارو مثال میگم بنده خدا از تهران برنامه‌ریزی میکنه که میاد اونجا وسط رو میبینه جاده اینجوریه. من خودم برگشتم چون هم بچه کوچیک با ما بود، هم خیلی شلوغ بود، هم جاده داغون بود. من هر جا میموندم هیچ چیزم نیست، تقریبا آبادی نیست، یه جاده ییلاقی میشه. اونجا که ما رفتیم موندی دیگه، موندی. اصلا بگم اگه میبینیم ولاگ منو، این توصیه دوستانه، برادرانه، همکارانه، اون جادهش هم میتیکر بذاریم یارو تصمیم بگیره آقا بره یا نره. من خودم دیگه پیشنهاد نمیکنم به کسی. اگه آفرود داره، ماشین شاسی بلند داره، ایراد نداره. این حکایت اینجا جادهش اونجا آسفالت هست ولی جاده بوی خون میده واقعا. یعنی ما به جای رشت میذارن اینجا تصادفای بجا هم دیروز دان رفتی به تصادف نره، ولی دیروز یه آردی پیروز بود، یه آردی مثلا مسافر عراقی هم که داشت، ترمز بریده بود پرت شده بود. معلومه ترمز زیاد باید بگیری دیگه. این جادهش بد نیست ولی راحت هم نیست. مثلا کسی مثلا مثال میگم یه خانومی که تازه رانندگی چیز کرده مثلا نیاد بهتر با تجربه تر باشه، یا مثال میبینی توضیح بدیم آقا تو خودتون هم آدم رعایت کنید. این آقا چون گاز داره ما بریم قصد نداره سرعت داره 40 تا داره. واسه همین من میبینی الان سبقت دارم 81 هم بود. بومی هم باشه سبقت میره، نگو بومی نیست. منظوره که این جاده نیام کن تنگه، توضیح بدی، تیکش نشون بدی یارو تصمیم بگیرن. یه جایی میری که اصلا چیز نداره، یعنی حفاظ و اینا نداره. شنبه بازار ولاگ بگیریم، این جاده ییلاقیش هم بگیریم. واقعا ما هر جو برنامه‌ریزی نمیرسیم. اینجا فیلم بگیریم. تاسکو یه همکار داریم، فامیلیش هم کاظمیه، این مال تاسکو. حتی اون تاسکوشو فکر کنم با تی دسته‌دار نوشته فامیلیش، ماسایی اون رو همینجاست دو زبانه می نیزه، دو جور املا داره. دیدم یاد این همکار ما امروز شنبه است، این بر قاعدتا باید خلوت باشه. شمالیا فلان میکنن، شمالیا خونه رو دو این دنه نهرام معروفه. الان من تابلوشو دیدی، من خود رستورانش هم ببینم بهتون بگم. روم به دیوار اسم اینجا نگم بهتره خودون بخون، اسمش یه خورده قسمت 18. آها
همینجاست نمیشه. نه این رستوران معروفیه، من خودم نیومدم، من تو چیز میبینم واقعا طرفدار داره. یکی تو ماسال اینه، یکم خورشید خانم، خورشید خاله، همچین چیزی، خورشید بانو، خورشیدی داشت تو جاده دیدم که بود، بهتون میگم اونجا معروفه. رستوران معروف زیاد داره ماسال، جز شهرهای چیزه توریستیه. گفتی من تو ذهنم بود، نگفتم رستوران دیگه بدن دیگه، مثلا زیاد دیدم تعریف دیدم، من به حال توصیه میکنم. چیزی داشتم توضیح میدادم یادم رفت. فکر کنم اینه، بابای ما بچه بود، بعد روستا تو قدیم عروسی هاشون برق نبود، اشکبرات روستا مثلا کشتی گیلمردی میذاشتن، نهایتشون با تشت میزدن، اسمش نمیدونم تشتنی میگن، عقاره میگن، چی میگن، یه اسم خاصی داره، هم تشتنی چیزی تو ذهنم. معمولا هم خانم ها میزدن، خانم های مسن وارد بودن، یه ریتم خاصی بلدن. بعد بابای ما میگه گوشت گیلمردی میبودن، بندباز میبودن، بهش میگن لافندباز. برام فکر کنم بگم لافندباز، یارو بالا میرفت، تلخکی بود، یه چیزی هم با این بود، معرکه میگرفت، مجلس رو گرم میکرد. یا مثلا از این معرکه گیرا میوردن قف میشکنن، بهش پهلوان میگن، عربیش پهلوان، یا از اینا میوردن، قدیم میگه اینجوری بود. یه بار یارو اومد مار رو برده بود، حتی یه خاطر دیگه همتونم میگم، مار رو برده بود، میگه داشت یه توضیح میدن این مار نمیدونم بچه‌ش رو شیر میده، همه میگفتن مار چه ماریه که بچه‌ش شیر میده، میگه باز خوش یه چیز میگه، همه کله‌شون کرده بودم که مثلا مارا نگاه کنید چه ماریه که بچه شیر میده، به اطلاعات نبود، مردم دروغ میگه. هیچی در ماره رو باز در این جعبه باز میکنه، ماره میپره میره توی سوراخ، یه سنگی بود میره زیر اون سنگ اون سوراخ، هیچی هر کاری میکنه ماره رو نمیتونی بگیره، کلا برنامه‌اش کنسل. دیروز رفتیم سبز میدان، جاتون خالی، شب غروب بود، این آقا این وسط معرکه گرفتن، نرفتیم جلو. من خودم مار میترسم، خانم هم میترسه، نه اونجوری بترسن، خانم هم خیلی میترسه دیگه، نرفتیم. این یه خاطره یادم میگم فردا مثلا تعریف کنم برای دوستان بخوام. یه بارم که این لافندباز آوردن، یارو از بالا افتاد مرد، گردن شکست، بعدم مردم چیزی، واسه اون مجلس رو به خاطر اون چیز به هم زدم، مجلس رو به خاطر اون ضربه‌ای که خود به حال یه حادثه‌ای رخ میده دیگه، بعد از اون شد دیگه کلا لافندباز هم نمی‌خوره. یا مثلا این کشتی گیلمردی‌ها اکثرا دعوا میشد تهش، نمیدونم کشتی گیلمردی این یا نه، اگه عروسی چیز شد درست نیست بریم فیلم بگیریم. بعد بود سبقت ممنوع، جاده پیچ هم داره، نکن. اینجا پرورش ماهی خوبه هم داره، دورگشت میگیم ماهی مال کجاست، میگیم مال ماسال، آب رودخونه چیز دیگه، بوشو نمیدونم چیه، آبش تمیزه. ماهی قزلالا جز ماهیایی که یکم آبش این برابر بشه، آبش آلوده شه میمیره در جا. این باید رد کنیم، خیلی دیگه تو کات بوده. جالب اینجا این
شیشه گل مالیده شیشه دیده نمیشه انشالله که از قصد نباشه. آهنگ داشت یه کشتگیر مردی و دعوا میشد تهشون کنسل میشد سرسی دعوا میشد بعد که چیز اومد برق اومد دیگه ارگ و اینا می آورد. یه رودخونه قشنگی هم داره اینجا. قصابی کبابی زیاد داره فقط اگه برای نیستین داخل رفتین سوال بکنید قیمتو بعدش شما داشتم رو یادم اومد کامنت گذاشته بودن که آقا شمالیا فلان شمالیا قیمتو دو برابر ما رفتیم کاشان همجوری بود یارو زنگ میزدیم دیوار اونه چقدر مثلا میگو شبیه 1,200 ما میگیم مثلا ما پنجشنبه میخوایم بیایم پنجشنبه 2,500 مختص شمال نیست همه جا همجوریه. هستی که خونه‌اش اجاره میده کلا قصدش خونه اجاره دادنه دیگه حالا نمیشه مردم شهر رو فلان کرد همه جا همجوریه. الان این مشکل اقتصادی داره قدیم بود میرفتی خونه فامیلی تو شما یه هفته وای میسادی قشنگ‌تر. الان مثلا فامیل باشی فامیل نزدیک باشی همشون اینجوریه میری سر سفرهشون چندین نوع برای غذا مثلا گیلانی یه غذا رو غذا نمیدونه اصلا مثال میگم مثلا را بریم تانپی بره این پرورش ماهی گیلانی سر سفرهش یه غذا نمیدونه شما حتما باید مثلا 2 نوع خورش باشه همشه مثلا عیب میدونم یا مثال میگم مثلا من خدمت شیراز بودم یه نوع محلی هم داد برگشتم برای اساسا رو میگم شیراز بودم بعد این اونجا سر سال 94 دقیقا 10 سال پیش 94 بود تو شیراز سر هر کوچه اون موقع الان هم هست خوشگل سر هر کوچه یعنی بیرون برا هست آشپزخونه مرکزی بهش میگن صدای چهچه بلبل میاد اینم شالما اگه من اشتباه نگم شالمای تلفظ شد. این چیزی بگم این شلوارک رو ببینین حالا این شاید بومی باشه خیلی دعوا میشه به خاطر پوشیدن شلوارک. حالا من خودم میمون میاد مثلا جلوی پدر خانوم هم اینا شلوارک نمیپوشم به خاطر خودم نه اینکه بگم من به این آقا هم نمیتونم بگم آقا چی شلوارک میپوشی به من ربطی نداره. ببخشید دوربین داغ کرد اون از سوم سرا تا اینجا رانی کرده این داغ این راجع به تومان آقا صحبت می‌کرد. تومان منظور بهش میگن شلوار. میگفتم به من ربطی نداره آقا چی میپوشه آقا زیادم بد نیست ولی بومیان یه خورده جبهه میگیرن اخیراً دعوا زیاد دیدم سعی کنین رعایت کنین تو شهر حداقل نپوشین بالا اشکال نداره خاطر خودتون میگم این مسافر آدم دعوا نگیر نمیگم کار درستی میکنن بازم میگم به اونا بگه فلان اون دردسر خود آدم نره بهتر.
هر شهری یه چیزی حساسن دیگه. من احساس میکنم این شهرواکی خیلی حساس. جام داده استخر پرورشی ماهی قزل‌آلای یاری الله یاری هم نصف سخت الله یاری میتونش ایوه رانندگی رو بگیریم باید موقع برگشت جای مختلفش بود که بازار دهم 11 جاده زمین جا رانش کرده معلومه می‌بینین پله پله است جاده تازه شروع شده انگار چقدر قشنگه جاده 2000 هم همجوریه ولاگشو گرفتم براتون میذارم جاده ماساد جاده اسالم خلخال تونل خلخال جاده دیلمان جاده سیامزگی هم جاده شاشنگی جاده اشکورات حملش مایه سالمون سلیم آباد داشت اینا جاده های قشنگ گیلانن حتی جاده ماسول هم قشنگه هم تو برف ولاگش گذاشتم تو برف هم گذاشتم حتما نگاه کنم یه چند تا عراقی داریم ما کامنت میذارم برامون عربی خوب نیست مازه تلمیزتون فهم همین رو یادم نمید خواستم بهشون سلام بگم دیگه خودشون بفهمم البرادل العراقی الان یه سری به کامنت دارم ما رو بیت میکنم این مدت پیش تقریبا 2 هفته پیش تصمیم گرفتم این 2 تا 3 ماه ولاگ نذارم ماشین خراب شد خرج آورد الان 2-3 ماه یه دونه $1 هم به حسابمون نیومده اصلا درآمد یوتیوب افتضاح بیادم چیز خاصی نیست پول اینترنت میشه حالا مثلا من تو این حجم جان تو این حجم چیز خرج و ماشین و کفی میرم میام زیاد کار نمیکشم دوستانی که منو میشناسن میدونن تو ولاگر ماده میدونم من رانندگی خوشم نمیاد خاطر این راه نکردن دیگران اعصابم خراب میشه میبینیم رانندگی میکنم اینجا رو واقعا مجبور که نه ببخشید به عشق شما مجبور درست چون کسی من مجبور نکرده من این گیراغ بیام میتونم نه به عشق دوستان اومدیم اینجا براتون بگیریم وسط یه سری هم کامنت میذاشتن آقا نمیدونم یکی گفت شما رشتی نیستی رشت فیلم نگیر یکی گفت خدا بره سر یکی گفت نمیدونم شما توضیح میدی اول ویدیو توضیح نده وسط ویدیو توضیح میده یکی دیگه من نوشت که شما وسط ویدیو حرف نزن اول ویدیو بذار یا من کامنت گذاشتم مثلا کفال مثلا دقیقه 5 یورو مای کفال چیکار کنم اول توضیح بگم مای کفال ساعت چیز تایم 5 و 20 5 و 20 مای میبینیم مای کفاله نمیشه با توضیح بدم تو بازار دیگه به حال سری سبزی سری خوراکی سری باغ حاجات جای فروشنده خانمی ما که معمولا صحبت نمی‌کنم ما آقا اونا صحبت کنیم واقعا بهم سوال کنم من خودم هم که بقول چه علامه در نیستم خودم هم مجبورم سوال کنم آقا کجا درست شده اسمش چیه بعد یکی دیگه نوشته بود خب چی نمیدونم از
رانندگی میذاره، یکی خودشی از بازار میاد. مثلا یه مدت شد دیگه من واقعا اعصابم خراب شد که نذارم. یه خانم آقایی هستن محبت دارم، اما مطمئنم تا اینجا ولاگ هم نگاه میکنم. هیچی. بعضی وقت یادم میره که مثلا ولاگ واسه حال خودم میام، حال خودم خوب شه، دوستانی که دلتنگ وطنن حال اونا خوب شه، واسه اونا میام ولاگ میگیرم، نه واسه هیترها. اگه کامنت منفی میدن هیچ مشکل حل شد. میگم بعضی اوقات باید یادش بیاد واسه چی کجاست، واسه چی زنده است، واسه چی کار میکنه، یادش میره دیگه. این جاده چقدر خرابه، تو ویدیو مشخصه. خیلی منظورم از بدتر هم هست اونجا، نه جاده خوبی نیست، فقط زیبایی ها رو نگاه نکنید، خرابی جاده هم هست. الان شنبه است، خلوته، شما روز جمعه بیا اینجا خط ممتده، شما راه نمیتونی با پشت سر ماشینا تا اون بالا بری. نه عزیز دلم داره آشغالا رو چه طبیعت. اینجا براتون میرم بالا دور میزنم میام ویدیو میگیرم. سگای خوشگلم مواظب باشین. طبیعت زیبای ماسان. جاده نگاه چه پیچی داره، خیلی خوشگله. این یه آقای محسن نامیه تو اینستا عکس میذاره از این جاده گرفته بود، پیچو دیدم یاد اون افتادم. امروز فکر کنم 7873 تا ما ساب داره. 38 838 7838 اشتباه نکنم. این از ولاگ می‌داشتیم ویو نمیخورد، استاپ نداشتیم، صدای چرچم میاد. این ادمینای پیج رو منت می‌کردیم آقا تو رو خدا مثلا ما ویدیوی ما رو استوری بذاش نمیذاره. بی معرفتا. بعد که این مدت بالا رفتیم به حال ویدیوهامون یه خورده بهتر شد، ما الان هم عالی نیست، نسبت به اولمون بهتریم، خیلی از این بهترم باز میتونیم بشیم انشالله که میشیم. بعد که یک خورده ویدیو بهتر شد خودشون پیام میدادن مثلا این کلیپ رو برامون بفرست. تا اینجا اگه اومدین یه قلب سبز برای ما بذارین بدونیم تا اینجا ولاگ رو دیدین. من دوربین رو بیرون نمیکارم چون خاموش بشه متوجه نمیشم جاده رو تا کجا گرفتم. موقع برگشت دوربین رو بیرون میکارم بالا روم سقف ماشین که طبیعت رو بهتر بگیریم. داره با بلنگو بانو خوشه بش میاد. من موقع برگشت حتما اینجا چایی بخورم. اینجا بومیای اینجا خوب رانندگی میکردن خودش. 56 من دیدم این جاده ییلاقی خوب میرفت، ولی خداییش میگم جاده قشنگ است ولی بوی خونم میده. یعنی اینجا رعایت کنیم واقعا، ولی چه کار احمقانه نکنیم. بیمارستان ما جاده ییلاقی میارن
4 تا جوونن، 2 دختر 2 پسر. مثال نه، واقعیت. مال اصفهان بودن، سمندی بود، معلوم بود 2 دختر 2 پسرن، من شوهر نبود. یارو از تو چیز سبقت میگیره، سرپاینی سبقت میگیره، را کم میاره، به اون چیز فرمان میده، به یه بومی فرمان میده. اینجا بومی دور میزنه، میاد اینا رو میگیره. اینا رو زده بود در داغون کرد. کارشون تایید نمیکنم، من نگفتم حالا میان شما رو میزنن کارو خود کنن، من خودش بیشوری بیفرنگیه. منظورم که اگه از چیز در بری، مثلا تصادف نکنی نمیری، خدای نکرده از دست بومیا نمیتونی در بری، میان میگیرن میزنن. رعایت کن، یا یعنی محل عبور حیوانات و وحش که راه اصل هم داریم که رعایت کن، آروم برو. آروم داریم سرعت 50 60 تا میریم، جاده بی قشنگ، مقصدش خبر نیست. اینجا مرد آش هم داشت. حالا توصیه میکنم جمعه ها شاید جالب باشه براتون. مثلا من جمعه رفتم ولاگ بگیرم، ماسوله برفی ما رو نگاه کنید، ولاگ ماسوله برفی به قول چیز این بالا میذارم براتون، یادم میره نمیذارم، سرچ کنین تو پلیلیست فومن هست، ماسوله برفی. یارو قشنگ این با سالمه، ولی خب آش معلوم یخ زده است، با پلاستیک میندازی. هر چاله بود، چاله رو میبینید. پلاستیک میتره آشو اینجوری با یخ اینجوری میذاره داخل دیگ داره. فیلم داشتم میگرفتم مشخص میذاره داخل دیگ که گرم بشه. یه حساس نیستی میتونی بخوری. مثلا جمعه غروب میتونین بخورین، چون معلومه داره. یعنی شنبه صبح اینا که آشو بار گذاشتن که شده. کلبه اینا اجاره میدن. خب ولی اگه راهتون خیلی دوره، قرار از راه دور بیاین، یه تایم تعطیلاتی بیاین، قبلش مشخص نهایتش برمیگردیم پایین شهر خونه میگیرید، چون بی خونه نمیمونید. کلا گفتم اگه خواستین خونه بگیرین قبلش مشخص کنین دیگه توصیه. حالا شاید گیرتون نده، میگم چیز نمیمونید، چون بومیا بعید میدونم چیزی که ما تو ذهنمونه مثل قدیم باشه، مثلا ما تو جاده بمونیم دستتون بگیرم بیارم تو خونه. اینقدر دیگه مردم چیزای مختلف میشنون و میبینن و تجربه میکنن، کسی رو خونش راه نمیره. هم چشمه اینا رو من برگشت دوباره فیلم میگم براتون پیاده. خداییش میگم دوستان خارج کشور هم هستن تایید کنن یا مثلا تکذیب کنن، نظر بدن. خداییش خارج این طبیعت رو داره، اصلا اگر داره استفاده مثل اینجا بیفاید. تو نگاه جاده، وضعیت جاده رو نگاه کنید.
کامنت میذارن شما لطف کنین بگین مسافرها آشغال نریزن. حالا به خدا آدم روش نمیشه بگه، میگم بین خودمونم باشه، به خودمونم میدونید آشغال ریختن کار مسافر نیست، فقط ما بومی هم میبینیم بعضی ولاگ رانندگی من یارو میبینم بهتون میگم باشه میبینم چون دوربینش هم مشخص نباشه از سیگار هم میندازه. خود بومی ها رعایت نمیکنه، آدم به مسافر چی بگه؟ شما وقتی میری تو یه خونه کوچیکای خونه احترام بزرگترش نگه نمیدارن، یه کسی از بیرون میاد انتظار نداشته باشی اون احترام بزرگتر داشت. اونجا هم همینجوریه، وقتی میبینه بومی ها خودشون میریزن بومی چی بگه؟ برو همشهری خود بدتر. مثلا نمیگه حتما میریزن، ولی خب من که خود همشهری ما مستانی ما منطقه ما هم ولایتی ما رعایت نمیکنه. همین آشغال تقصیر مسافر نیست، به انصاف هم آدم رعایت باید در نظر بگیره. یعنی بنده خدا بلاکش 30 معلوم مسافر، ماشینش هم که سراتوه گاز بدی میره، ولی داره با سرعت مطمئن میره، درست یکم آروم میره واسه گاز نمیده. یعنی بومی باشه اینجا با پرای پرواز میکنه. چون فکر میکنید جاده است، میبینی این حفاظی ها یادم آمد بدم، ها هیچ حفاظی ندارن. خیلی ما ماشین چی میبینیم ها یارو پرت میشه فوت میشه، یارو مثلا فیلم میخواد بگیره یا مثلا سرعت زیاد نمیتونه کنترل. اینجا میبینی جاده رو اصلا یه دونه ماشین الان به زور جا گرفت یه تیکه، یه لحظه است دیگه رفتی پایین رفتی، تو گاردریل نداره. جاده به این شلوغی یعنی یه تیکه اینجا گاردریل گذاشته، این هر ماشین روش پشتک میذاره معلوم پایین تره. اسم این علفا رو نمیدونم چیه، ولی تو عکس خیلی خوشگل میشه، بوی بدی هم میده. از این دونای سیاه میدن، اونایی که غریبا فکر میکنم میوه‌است میخورن، اسم خاصی داره. کنم وسط تابستون میوه میده، میوه که نیست خوردنی نیست. فکر میکنم بلوبریه میخورن. راه برن یه چشمه داره صدا آبش هم میاد، خیلی خوشگله. با ازت تعریف کردیم یه خورده گاز بده و ما نمیتونیم رو رد کنیم. تعریف رو ازت کردیم یه سرعت رو بگیم، امتیاز رو گرفتیم. فکر نکنم تا سویچاله و اورسو بلانکا و اونو بتونیم برسیم. تا یه جایی میریم برمیگم. اینجا برف هم میزنه، این جاده همه بسته میشه. حتی تقریبا پاییز گیل آقا مثل مردم پایین خونه دارن میان دیگه، مثل قدیم نیست بمونن. محل ما که اینجوریه که مثلا جوونا که همه اومدن شهر، اونا مسنا پیرا واقعا توان ندارن زمستون برن دنبال هیزومی گازکشی نیست. مثلا مواد غذایی نون بپزن، کسی نون نمیپزن، همون نونای نون میخواد. آج خانم ماساری، آج خانم خسته نباش. رستوران خانی همچنین باید دور اینجا داره با موبایل تعریف کردیم ازت. امتیاز منفی، جز بد. البته اسمش خانم میره پیرمرد. واسه کانال آشپزی ما رو هم ساب کنید. به قول چی میگه جان مادرتون فقط ساب نکنید، نگاه هم بکنید. لینکش این تو قسمت توضیح این پایین
این براتون گذاشتم. غذای روستایی، روستایی هم همش نیست، گیلانی هم میذاریم، فضای روستایی براتون میذاریم. ساعت 9:24 دقیقه است. ساعت رو گفتم پایین نه؟ جادهش بد نیست. رستوران فردی معصومی زده 3 کیلومتر. فردی معصومی رو میشناسی یا نه؟ کشتیگیر تیم ملی بود. نه فرنگی کار بود، آزاد کار بود. یاد من حالا کشتی نیستم ولی چیستیم چشمه آب میریخت. الان پسرش از شهرام هست. نگاه کن شما باب ریخت. درش بازه، عمل ریخته تو شیشه ما داغونه. جاده خراب است. شما گرفت چقدر اینجا زمین رانش میکنه. بارون بلد سعی کن این آجی اینجا گوسفند میکشه. اوضاع برف کوه رو میبینی، اوضاع خراب خالی است. خدا اداد ما برسه. بارون میزنه، چشمه دیگه من آب میشه. چیزایی دست ما میخواد ولی هوا اکسیژن خالص جاتون خالی، واقعا عالی، کیف. من رفیقای ما بودن میشه قلیون میکشه، من مینی میشه قلیون میشه. صدای پرنده میاد، هیچ صدای دیگه نمیاد. چون مال ماشین ها دیگه بیرون میاد. جالب اینه من تو این جاده نیسانی هم ندیدم. تو جاده بر میری نیسان تک پهلو تو حرف میاد، انقدر نیسان میاد بعدم راه میرن. تابستون ما خودمون نه مادرمون گاو داره نه خودمون که گاو نداره، مثلا محلی ها میخری میفروشن نصف قیمت ها. تو شما سبین الان فکر کنم 185 تومن دبه 100 تومن میدن.
تپه ماست محلی پر چرب، این 2-3 سانت کنه، 2 سانت، 1 سانت و نیم روش کره میزنه زرد چیز اینجوری ها. آبستون میان اینجا به قول چی میگه داروگیایی میخورن، شیرشون اینجوری. بعد اوقات هم برمیگردونی ماست بر نمیگرده به خاطر اون چربی روش. نه قشنگ زود کره. منظره رو براتون میتونیم بگیرم. ماشین ما حرف اومد دید. ایلا اجاره‌ای پارک نکنید سر کوچه. چقدر اینجا خونه ساختن. بهشت ماسال، واقعا بهشت. امتیاز بهشت رو باید بهشت داد. چه باتری ماشین. نه مسافرهای عزیز، فکر کنم اصفهان. بزرگی اون بالا الان میبینین، سر پیچ اون میبینین بالا الان اون نوشته رستوران فردین معصومه. اینجا هم کسی رو هتل رستوران فردین معصومه. یک شعله کبریت جنگلی رو آتش خورد. بارونش میبینین میزان شیشه رو من کردم جلو هتل رو درست کنم. اولا چه اولا خوشگلی هست. اینجا شما چیز شده من یادم فکرشو بکنی صبح بلند میشین منظره رو میبینی کلکوپرت میریزه. این نوشه سوپرمارکت یکم میریم بالا برمیگردیم دور میزنیم دیگه. شما میدونین و منظره مه هم داره میاد. یه خورده وایسی دریای مه هم میبینیم، دریای ابر. بابت این همه زیبایی سلام میکنیم به خانواده محترم مسئولین. چه جاده ای آخه من نگاه کنم، معلومه 2-3 سال اینجا روکش نشده. سلام خاصی به خانواده مسئولین ما داریم. نگاه کن شالا رو بزنید اون لاستیکت میده. آشغال نیا کن صبح دو بخم میبینم کنار جاده. من این توصیه کنم ولو قطع نکردم برو خدای کنار جاده، مخصوصا جاده های اصلی. اینجا که مثلا سرعت نمیره کسی، نمیتونه سرعت بره میشه. با خانواده‌تون وای نسید غذا بخورین. ما داشتیم مورد
خانواده 4-5 نفر نشستن روی کابود، پشت میشینن رو کابود ایستاده قد صبحونه میخورن. ماشین دست راست سبقت گرفت، از خانواده فقط پدر زنده موند، بقیه همه مرد. کنار جاده وای نست، همیشه یه احمقی پیدا میشه از دست راست صحبت میگیره، زن بدبخت. دستا نمشه آجی، دستا نصفه بود بالا، فکر کنم مسخره شد. به قول تو فیلم چیز بود، تو فیلم نونخیر یه کردی بود، ماشاءالله واقعا ماشاءالله. صفم ضعیف شده، 135,900 تا الان رفته، باید عوضش کنم. این میخواست عوضش کنم، ABS ما خرج آورد، نمیدونم اون ولاگ توضیح دادم تو این ولاگ. رفتیم از گراب زرمیخ برگردیم من به رشت بودیم، زدم دیدم ترمز ندارم، چون ماشین رو بردم مکانیکی، گفت ببر بسترساز. رفتیم گفت این ABS تعطیل شده، ماشین مال 98 اهل سرعت هم نیستیم، چون سرعت هم نمیدیم معمولا ترمز شدید نمیزنیم، معکوس میکشیم. ABS یه جا گذاشت، داشتم تو کفی بودیم، مثلا تو یه علاق مثلا ABS نگیره، داشتم میگفتم 9 میلیون خرج شد دیگه، به چیز نرسه. جاده خیلی خیلی باز من میگم خیلی، شما رو ذهنتون چی نشه، جاده مثلا تعطیل خیلی شلوغه، یعنی حفاظی چی نداره. ببخشید من میگم بهتون، یه علاق سوی چاله براتون الان فیلمم میگیرم، اونجا نمیتونم برم، واقعا وقت ندارم. اینجا ولاگ رانندگی رو ما تمام میکنیم، میریم تو کار جاده. به این سویچاله است، عکس ازش زیاد دیدین، بهشت گیلان. جاتون خالی، ساعت هم فکر کنم 9:40 همچی چیزی باشه. صدای بلبل فقط نمیاد، یه ماشین. واقعا اینجا زیباست، جاتون خالی. اینم ورودی سویچاله است. من این جاده میرم.
داره بارون میگیره. اینم کلبه‌های اجاره، اینم رستوران فردین. اینم طبیعت زیبای ماسال. این قسمت ماسال معلوم بود، اگه چند دقیقه قبل دیده باشی می‌بینیم بین دو تا کوه اون ماساله. فکر کنم از پایین تا اینجا نزدیک 30-35 دقیقه راه بود، اشتباه نکنم. جاتون خالی، بریم پایین‌تر براتون بگم. ادامه زیبایی ها. جوابه خوشگلم. اون دوستون داره سج ماشین نگاه قشنگتر بیمی بیرون. باز اینجا خودش بسته سله خوب اینجا بغلش هم میرسه. هم جاده زیبای ماسال. تو بارون گرفته صداش میاد، صداش که نده خودمون میخوریم. این رستوران این کار آشغالی نرفته. این رستوران فردین معصومی. اینم هوای بارونی. بریم که برسیم. نمیدونم اون کلبه رو میبینین اونجا زندگیه، خود زندگی همونجاست.
اینجا برق نداره، موتور برق صدا میده، نمیگه نه به اون کلبا برق بده، چون اینجا من هیچ تیر برقی رو ندیدم تا حالا. اینم جاده قشنگه، هوا بارونی. فقط خواستم بگم این آشغال تو میریزی تو یه بیشوری، من یه بیشور هستی که آشغال تو اینجا میریزی با پوست تخمتو، خود افتخار کن توی بیشوری. یا بیشوری ماسال اسم شما در مثلا جای دوستان خالی. این حاجی آش رشته داره. این آش دوغه حاجی؟ آشه اینا؟ آره. چی آش رشته است؟ این دوغه؟ این دوغه اون رشته. بله آشه عطرشو. باشه. عجب عطری میده. بله مرداش هم ازشون بیاده. این هم آش رشته. آش رشته حاجی. بابا. اسم داره کلبه حاجی؟ زینالی. کلبه زینالی. من جاتون خالیه. اینم تو جاده. بابا من دارم بید بابا. جاده رو بگیر. بزن غار آبی شو. غار آبی شو. جاده زیبا. کافه. زیبایی آمهران. هم آش دارن، چای آتشی، بلال، گوشت کباب تازه، گوسفندی، چای دوستان خالی. اینم آبشار برای ماشین نزن راه.
صدا رو گوش میدین. یه توضیح بدم، اون آجی گفت که خونه اجاره میدن، برق نداره، شب موتور برق داره، شب 1,200 تعطیلات میشه 4 تا 5 نفر، تعطیلات میشه 1,500-600. چایی هم یه چایی خوردم 25,000 تومان. هم شاید براتون جالب باشه. به چه بلبل هم قدم زدم. به پمپا یه چیه فشار شدید. اینم جنگل زیبای ماسا، خیلی میگه رودخانه داره. ماشینا رو نزنم. این جاده قشنگ صحبت دارم میگیرم، صحبت ممنون. بومی هم نیست، باید شما کم کردم کردم. این کابل آقای داشت آتش میزد بوده نتش دارم. به فقط آشغال میبینیم. لذت برده باشه. مه داره میاد پایین، یه 100-2 ساعت دیگه درگاه مه میشه. اینا در واقع زدن گاو نره ولی آدم نره. نگاه کنید خود حجم آشغال رو نگاه کنید شما پایین. ولش کن، طبیعت لذت. به جنگل هیرکانی میگن. اون جاده رو میبینید همون بایدش جاتون خالی. این همون گیاهی گفتم بدبوی چیز سیاه میده، اسمش خاص رئیس، خیلی قشنگه. که بلوبری میده. این آشغال شما این قسمت نگاه نکن. اینا انار شکوفه داده. جاتون خالی. تو مسیر رودخانه گفتم هست، رودخانه خوشگل داره.
دعا کنیم مار ندیم. داری بکنه تو مسیر آبشار ویساداره. بلاگش ببینید خیلی قشنگه. می‌بینید درخت‌ها اینجوری حاشیه درست کردن.